سلام و سلام خدمت شما نازنینان. انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، ما در شهر نو کابل سرک انصاری هستیم، سرک چهارراهی انصاری شهر کابل که دیگه یک سرک زیبا، مقبول و نهایت قشنگ است و فروشگاه بسیار بزرگ است این سرک. دوستان عزیز، از هر چیزی که بخواین، از عینک شروع تا دستبند و گردنبند و نمیفهم لباس و بوت و همه چیز دیگه پیدا میشه. بادرنگ ببینید دوستان عزیز، من که دو دارم بادرنگ اومده میشه بگیریم تو خورده بریم. سلام علیکم کاکا، خوب است؟ چند از بادرنگ؟ مرا دو دانه. نه 5 روپیگی، نیم یک تا بس است. آها خوب دوستان عزیز، دیگه ما بادرنگ گرفتیم دیگه، به اجازهتون خورده بریم. این وقتش است آدم یک ذره زله میشه، یک ذره تشنه میشه دیگه، به اجازهتون یک ذره صدای شاید اذیتتان کنه. میریم اما تا سلو پیش. چقدر معتمد دوستان عزیز در این فصل بهار، اماده گرمی، بادرنگ با تو هم بادرنگ فارمی وطنی در این وقتا دوستان عزیز. شاید بادرنگ چند وقت بعد ببخشید دوستان عزیز، یک ذره فکرم رفت، بادرنگ چارکار بیه بازور بزرگ است، تخمم داره، باز دیگه مزه میده. این بادرنگ ها دوستان عزیز بادرنگ های فارمی هست، نسبتا ارزان هستن، فعلا ارزان نیستن، ولی قیمت است. حتی کیلوی 30 افغانی، 2 کیلوش 50 افغانی میتن نمیسر شمالی و بخشای کابل. باز بادرنگ های چارکار که است، باز او قیمت است. دانه اولا که بیان دیگه حتی دانه 20 افغانی تا 30 افغانی هم در بخشای کابل فروخته میشه دیگه، بخش باز ارزان است. باز نهایتا دانه 5 افغانی و 10 افغانی باز فروخته میشه یا زیادتر. شهر نو کابل دوستان عزیز یک ذره یک فرصت است، واقعا بیربار نداره. اینجا من دوستان عزیز بادرنگ است میفروشه. ساختمان هم دوستان عزیز ساختمان بسیار بلند و بزرگ است، اما یک قسم خالی معلوم میشه، شاید دفاتر باشن زیادتر دیگه نمیفهمیم. برای خود ما ادامه میتیم. این طرف هم فروشگاه های بود، لباس، بیک و چیزها رو شما میبینید. یگان طرف هم اون دادان دروازه ششته هستن، نشسته هستن دوستان عزیز. البته باز از دوستای ما بسیار نکته بین هستن، بسیار نکته کوچک، باز کامنت نوشته میکنن که این اشتباه کردی فلان جای. خب به هر صورتش دوستان عزیز فروشگاه سهولت رو میبینید که یکی از بزرگترین فروشگاه ها هستن که مردم دیگه میفهمند که جنساش هم قیمت است و هم با کیفیت. البته نمایندگی دومش است و نمایندگی اولش در بال سر چهارراهی هست. دوستان عزیز هوات هیل کارگو را میبینید شما در تصویر و سرک ملک الفهد نمیبینیم که گذشتیم. اون طرف هم دوستان عزیز پارک شهر نو شروع میشه. این طرف هم پارک تاور از دوستان عزیز، اونو بیادر مامان خدا وزن داره.
فروشگاه بسیار بزرگ از دوستان عزیز در بخش شهر کابل. بوت‌های بسیار مستحکم و با کیفیت شما میتونید از اینجا به دست بیارین، خصوصا اسکیچرز. اینجا یک مرکز فروشات اسکیچرز است که با 2 خرید 3 تا برتون میته، یک دانش جایزه هست. این در تصویر خودتان میبینین اسکیچرز دیگه، با 2 تا خرید 3 تا میتونین بگیرین. دیگه این طرف هم دوستان عزیز شورما فروشی هست، اون طرف هم پارک شهر نو است، درخت های شده از اینجا نمایان است. و کافی شاپ شهر و بقیه رستورانت ها رو دیگه در این بخشا میبینید دوستان. بختیار موبایل و دوستان عزیز موبایل فروشی بزرگی که نامدار است همچنان در این بخش شهر کابل است که رئیس رستوران ضیافت و این موبایل فروشی یکی است دیگه. پیش بریم موبایل فروشی رو میبینیم از نزدیک. نامش هم همون برتان میگم. طرف اینا میبینین که لیلامی فروشی نیست، نو هستن، خواهی اون چیزا که است که قدر کیفیت ندارن دیده. این هم دوستان عزیز جاده ملک الفهد سرک دومش است. در لوحه هم میبینین اون طرف هم بسیار زیبا در بغل های دیوار پارک شهر نو خونه سرفرشی ها است، هموار است به خاطر فروش آورده شده. صدای امبولانس بود دوستان از شنیدن، امیدوار هستم خیریت باشه و اگر مریض دارن خداوند شفای عاجل نصیبشان بگردانه. خب دوستان طرفان دیگه شیرینی سرایی هست، که میبینین شورمه ارغوان، شیرینی سرای پاریس. البته دوستان عزیز شیرینی اصل کابل رضایی همچنان است که بازو زیادتر مشهور است و مردم از او میخورن و دوست دارنش. پیاده‌روهای پارک پیاده‌روهای شهر نو هم دوستان عزیز هم آب و هوای خارج از کشور داره، چون که این بخشای کابل دوستان عزیز از بخشای قبلا گفتم لاکچری کابل هستن و احساس ای که در مرکز کابل باشین نداره. شما اگر در دی افغانان کابل باشین یا سینمای پامیر بسیار تفاوت میکنه تا در اینجا باشین. البته دوستان عزیز همون موبایل فروشی است که براتون گفتم، موبایل فروشی پایتخت که رئیس ازی و رئیس ضیافت رستوران هر دوش یکی است. فروشگاه سهولت هم اولش همیج است که میبینید شما در تصویر و میریم دیگه پیش چهارراهی انصاری را همچنان میبینیم دیگه. باز خداحافظی میکنیم دوستان عزیز. انشالله که از ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین دیگه. تا ویدیوهای بعدی همه ایتونه به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان. و این هم تصویر زیبایی است چهارراهی انصاری شهر کابل.